با ما بغیر از عشق وطن دیگر عشقها حرام است دوستم، حرام. توگرول در کجایی؟ خودت را احتیاط کن، من می آیم. بخیر است. حالا تو به من فرمان داده ایستاده ای دختر؟ توگرول نه برا به آنجا آمده ایستادم. برآمدم ملکه. چی شد؟ باز چی گپ شد؟ مرا انتظار شو، در همان جا است. می آیم، من تو رو می پرانم. فرمان را از جناب مچا گرفتند. تو این را از کجا می دانی؟ با گوش هایم شنیدم، با چشمانم دیدم. جناب مچا پدر من بوده است. این نه، تو اینقدر هم نه آخر. تو در همان جا است، من می آیم. لطفاً خودت رو احتیاط کن توگرول. تو این دم نان و نمک این وطن رو خوردم، یک بار تیر خورم، هیچ گپ نیست گولم. تمام شد پدر قضیه، حساب پوشیده شد، کارمان تمام شد. گفتگی رو کار خودش تمام شده است جانم. باز یک دنیا کار داریم. جناب مچا را کشتیم، گفته کارمان تمام نشده است یگید، همش اکنون سر می شود. خیر این آدم رقم یک نبود مگر؟ از اینها رقم بسیار است. این را مرحله یک گوییم. این مرحله ها را زیر کرده کاری همشان رو تمام میکنیم خدا خواهد. نباشد چی استوده این پدر قضیه؟ همین گز رو زیر کنید. همین پسر دیوانه ما را هم خوب باید محافظت کنیم، زیرا جانش در خطر است. توگرول رو میگوید؟ جوان مردی خوب است، او را محافظت کن. سلامت باشید. آخر تو کی با عقل میشوی آدم؟ یک بار هماشت جدی شو آخر. توگرول زود باید رویم، در هدف کشات قرار داریم. خوب گفتیم، تمام رویم اما با یک شرط. حاضر تو خود رو به دست گیر و آرام شو، با ادب شو و همچون یک خانم به من بگو که تو رو بسیار دوست می‌دارم. آخر سفسطه نگوی مگر حالا موردش است. توگرول! زینب تو چیکار کردی؟ توگرول تو همینجا بوده است عشقم. من در این حیات تنها با یک مرد شناس شدم، اون هم تو بودی و تنها به تو عاشق شدم. مرا ببخش توگرول، ببخش که من تو را مجبورا ترک میکنم و سخنان آخرانم، تو را بسیار دوست میدارم. زینب پلیت ها! اگر از این سگ ها و صاحبانش حساب نپرسم، اون وقت تمام دنیا مرا گوید که توگرول جوان مرد نبوده است گویند. از رویلتون میشوم پلیت ها، اجل همتون من میشوم. این خون ریخته در زمین نمیماند، حساب این بازپرس میشود. سلام دوستان، من ادمین کانال فیلم های ترکی HD که فیلم یگید رو برای شما پیرواد کرده، یعنی با دوبلیاژ در آورده پیشنهاد کرده ایستاده است. مراجعت من به شما همین است که با نام یگید گندوزال یک کانالی نو شدم در یوتیوب. می تواند این کانال تنها با دستگیری شما پیش رود دوستان. اگر خواهید که کانال من پیشروی کند، پس ابونه شده دستگیری کنید دوستان. در جواب دستگیری هایتان من برای شما فیلم یگید رو 10 دقیقه دوبلیاژ کرده در کانالم میمونم و شما آن رو با زبان تاجیکی و با صفت فول HD تماشا خواهید کرد. و میخواهم در آخر این رو تاکید کنم، اگر چقدر دستگیری زیاد شد، همان قدر قسم های آینده فیلم یگید با زبان تاجیکی زودتر میبراید. و حالا من برای شما نشان میدهم که چه خیلی درست ابونه شدن ممکن است در کانال. خوبش همش رو من در اکران نشان میدهم و شما همین گونه عمل میکنید. دوستان، هنگام ابونه شدن در کانال فراموش نکنید گریان کردن زنگولچه رو، زیرا زنگولچه برای آن کمک میرساند که هنگام ادمین ویدیوی نو داخل کردن در کانال به شما خبرش یکمین شده میآید. سیلکای کانال باشد در کامنتاری ذکر کرده شده است، می توانید از آنجا در آمده ابونه شوید. و به آخر ویدیو رسیدیم. امیدوارم مرا درست میفهمید و دستگیری میکنید. دستگیری شما پیشروی ماست.
در این جایی ها؟ و نهایت اما خیلی سرسان و سرگردان شدی. با کامرهای نظارتی مکتب نیست دست زدی. همین خیلی گویم نکرده هایم در نزدیک کرده هایم به مثل نخود خورد در داخل شوربه هست میماند. اما اون نخود خورد عصبی مرا ویران میکند. البته حتی اگر اون طبق شوربه از آن من نباشد. بهودگویی نکن. لیلا در کجاست؟ سوال داده که جوابش در من نیست. یعنی بهودگویی رو تو میکنی. عزیز این بازیت است و یا شوخیت اما از حد خیلی زیاد است. این رو میدانی؟ میتواند حیات اون دختر در خطر باشد. بگو در کجاست؟ چی گفتند؟ آینده معلوم نمیشود اما آخر رو همیشه در دامن من است. با مادرم صحبت کردم. گپ میزنی یا نه؟ فهمو شد. تو برای گپ زدن با دیگر چیز احتیاج داری. چیکار میکنی اکا؟ نکن. چیکار میکنی؟ نه لیلا در کجاست گفتم؟ نمیدونم. با تو کمی کرد. مرا کشتنی هستی ها؟ میتواند شود. بگو گپ میزنی یا نه؟ نمیدونم گفتم. چرا نمیفهمی؟ تو حال جدی بودنم را نفهمیده. بیا اینجا. تو امروز به همه کارهایت تحمل کردم. تمام دیوانگری هایت را در یک کنار موندم و چشم پوشیدم. تو را حمایت کردم اما با این تو سزاوار نشدی. دادر جانم اما این دفعه تو از خط سرخ بر آمدی. این دفعه با این اجازت نمیدهم. گپ میزنی. عزیز بیدار شو. عزیز به خود بیا. عزیز چشمانت را کشو. عزیز بیدار شو. عزیز دادر جان. عزیز در کجا بودن او را میدانی؟ همه خیلی با من راستش را بگو دادر جان. میدونم در کجاست؟ بله میدونم. همش رو میدونم. چیکار کردی؟ با اون دختر چیکار کردی تو؟ بگو. من هیچ کار نکردم. پدرم کرد. تو چی ها میگویی؟ در حال باید با پلیس زنگ زنم. ایست خواطر نشو. من کی ها باز زنگ زدم